қироати шоҳасари аллома бобоҷон ғафуров, тоҷикон. таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав. гуфтори 123. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش‌گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق تاجیک در دوره از سال 1908 تا سال 1917 رولوسیای فوریه سال 1917. فعالیت عبدالقادر رحیمبایف هم چنین بود. وی به شهر خارکف به زواد شرکت عمومی الکتریکی افتاد. بعدها عبدالقادر رحیمبایف به یاد می آورد که چگونه به مجلس های کارگران روس و اوکراین می رفت، چگونه آنها را با حیات خلق های آسیای میانه شناس می کرد و خودش هم چگونه از واقعیت روسیه و اوکراین واقف می گردید. من همان وقتها سواد درست نداشتم، خصوصا سواد اروپایی نداشتم، اما زبان اروپایی را ندانم هم حرکت می کردم که همه گپ‌های در مجلس ها می شدگی را فهمیده گیرم و خودم برای دیگر دوستان ترکستانیم ترجمانی هم می کردم. کارگران روس و اوکراین به وی گزیته خوانده واقعه و حادثه های زمانه را فهمانده می دادند. خود رحیمبایف با تشکیلات بلشویکان علاقه مستحکم داشت و با هدایت یچیکی پرتیوی زواد در نمایش و میتینگ ها اشتراک می کرد. معلوم که وقتی زاکیروف، رحیمبایف و دوستان آنها که در کوره حادثه های ریولوسیونی قسمی اروپایی روسیه آب و تاب یافته بودند، به شهر و دیهات و ابوالهای خود برگشتند، درس‌های عاید به همکاری و همفکری صنفی در آن جاها گرفته خود را زود به کار بردند. 25 می سال 1917 در خوجند به مناسبت بازگشتن مردکاران میتینگ شد و اشتراکچیان آن سویت دپوتات‌های مردکاران کارگر را انتخاب کردند. جوره زاکیروف، عبدالقادر رحیمبایف که در فعالیت تشکیلات‌های ریولوسیونی مقام نمایان داشتند، اعضای پرزیدیوم این سویت شدند. اساساً به شرافت غیرت و خدمت مردکاران به روسیه رفته آمدگی، ماه ایون سال 1917 در خوجند سویت اینترناسیونالی مهنتکشان تأسیس یافت و 4 دپوتات آن به هیئت سویت دپوتات‌های کارگران و سلطنت‌های شهر همچون وکیل فرستاده شدند. این گونه حادثه ها و بسیار دیگر محل‌های ترکستان هم خاص بودند. تشکیلات‌های بلشویکی که در شهرهای آسیای میانه پیدا شده بودند، به اتفاق‌های مهنتکشان محلی اتفاق و سویت دپوتات‌های مسلمانان بیشتر تأثیر می‌گذراندند. پرولتارها، دهقانان و هنرمندان مهنتکش از ملت‌های محلی تا رفت بسیارتر به صف پارتی بلشویکی می درآمدند. در این بابت بهای کمیته‌های پارتیوی به اولین بلشویکان ملت‌های محلی بس جالب دقت است. پرولتارهای اصیل که فقط با مهنت خود زندگی می کنند، آنها با شوق و رغبتی بغایت کلان با یاری ترجمانها ایده های سوسیال دموکراسی را گوش کرده فهمیده می گیرند. با قوه فراست پرولتاری نکته های اساسی حرکت کارگری را از خود می کنند. آنها به صف پارتی داخل شده اعضایانی با غیرت می شوند، وظیفه های خود را با میل تمام اجرا می کنند. سیزد دویومی کشوری تشکیلات های RSDRP ترکستان که ماه ایولی سال 1917 در تاشکند گشاده شد و به کار بین مسلمانان مخصوص دقت داد، در این بابت اهمیت کلان داشت. در رزولوسیه های سیزد
ضرورتی از بند غایه‌های کلیریکلی و بورژوازی رها دادن مسلمانان، همچنین روشن کردن خودشناسی پرولتاریات مسلمان قید شده بود. نه فقط در شهرها بلکه در دهات آسیای میانه هم اوج گرفتن مبارزه شدید صنفی در محلهای گوناگون تأسیس یافتن سویت‌های ریولوسیونی و دموکراتی مسلمانان مهنتکش که با سویت‌های دپوتات‌های کارگران و سلطت‌ها متحد می‌شدند یا عملیات خود را با آن مطابق می‌نمودند، شعار و پروگرام RSDRP را کاملا طرفداری می‌کردند. همه این پدیده‌ها گروی مهم و برهان قاطعی همین بودند که طبقه های وسیع اهالی ترکستان با ملتچیان برجوازی جدیدها پنترکچی ها نی بلکه به حمایتگران صادق کار خلق بلشویکان پیروی می کنند. اگر در دوره ریولوسیون سال 1905 در بین ملت های محلی تنها یگان کس بی واسطه کاری ریولوسیونی می برده باشد، حالا صدها تاجیکان، ازبیکان، قزاقان، ترکمنها، قرغیزها و نمایندگان دیگر خلقهای آسیای میانه به صف پارتی بلشویکی داخل می شدند. در زیر راهبری پارتی بلشویکی اتفاق پرولتاریات روس با مهنتکشان ملت‌های مظلوم تشکیل می یافت. در عرفه ریولوسیون فوریه بورژوازی دموکراتی پارتی ما دایر به مسئله ملی نظریه از طرف لینین چقور اساسناک کرده شده ای داشت که این در کاری با موفقیت تشکیل یافتن اتفاق پرولتاریات روس با مهنتکشان ملت‌های مظلوم بسیار کمک رساند. تشکیلات‌های پارتیوی در کار خود که بین مهنتکشان ملت‌های محلی گوشه و کنار مملکت از جمله بین مهنتکشان آسیای میانه می بردند، چنین اثرهای لینین را مانند ملاحظه های تنقیدی آید به مسئله ملی درباره حقوق خود معین کنی ملت ها، ریولوسیون سوسیالیستی و حقوق خود معین کنی ملت ها، جنبستی مباحثه درباره خود معین کنی که در سالهای 1913 1916 نوشته شده بودند براهبری می گرفتند. قسم زیادی خلق تاجیک که در امارت بخارا سکونت داشت از نقطه نظری بر ریولوسیون همراه شوی در شرایط نچندان مساعد بود. اگرچندی که امیر آریم خان در تلگرام خود به نام گنرال گوبرناتور ترکستان کوراپاتکین به مناسبت خوشی به خوشی و به طریق تماما آسایشته به ساخت نوگذشتن تمام ترکستان ممنونیتی صمیمانه اظهار کرده بود، یا خود اگرچندی که اگنتی سیاسی امپراتوری در بخارا با قرار حکومت موقتی رزیدنتی روسیه نامیده شده بود، در امارت بخارا اصلا یگان دیگرگونی به عمل نآمد. در این مابین در امارت در محلهای روسنشین وضعیت یکباره تیز و تند شد. هنوز 8 مارس سال 1917 وقتی خبری سقوط پادشاه به این جایها رسید، کارگران راه آهن استانسیه کاگان میتینگی کلان آراستند که در آن 6000 آدم اشتراک کرد. در این میتینگ بلشویک پالتراتسکی نطقی آتشین ایراد نمود. پس از این دیری نگذشته مهنتکشان محلی یراق و اسلحه پلیسایی ها را کشیده گرفتند و محبوسان سیاسی را آزاد کردند. در تلگرام بدواهمه گماشته سیاسی روسیه در بخارا میلیر که به تاشکند به گنرال گوبرناتور کوراپاتکین فرستاده بود گفته می شد کارگران سرشماری روس که در زوادهای پخته و روغن بخارا کار می کنند و کارکنان راه آهن آسیای میانه و بخارا به تأسیس مؤسساتی شروع کردند که از روی گفته آنها باید جای مؤسسه های پلیسیه و از افتکار جای دیگر مؤسسه های دولتی ما را گیرند.
حکومت موقتی می کوشید اینان وضعیت را به دست گیرد. ماه می سال 1917 در کاگان، چارجوی، تیرمیز، کرکی کمیته‌های اجرایی تشکیل شدند که باید به محل‌های روسنشین راهبری می‌کردند. در اول‌های ماه می در بخارا سیزد ولایتی این کمیته‌ها کمیته ولایتی تأسیس کرد که به کمیته ترکستانی حکومت موقتی تابع بود. در برابر این ارگان‌های حاکمیت خلقی، سویت‌های دپوتات‌های کارگران و سلطات‌ها تشکیل می‌شدند. به قول پرکوراری سودی آکروگی سمرقند، سویت‌ها نه فقط با مسئله‌های سیاست خارجی و داخلی بلکه با مسئله‌های حیات روزمره علل خصوص مسئله آذوقه هم مشغول می‌باشند. سویت‌های دپوتات‌های کارگران و سلطات‌ها در پیش مردم اعتباری بلند دارند. آنها را مؤسسه‌های دولتی و اشخاص رسمی هم اعتراف می‌کنند. اعتباری کمیته‌های اجراییه یعنی ارگان‌های حکومت موقتی بابا جان غفورف کمتر است. این کمیته‌ها در خطار سویت‌های دپوتات‌های کارگران و سلطات‌ها عمل کنند هم هیچ آبرو ندارند. سبب باید همین باشد که این کمیته‌ها مثل سویت‌های کارگران و سلطات‌ها آن قدرتی ریالی ندارند که برای در حیات جاری نمودن قرارهای خود استفاده برند. چطوری می‌بینیم؟ پرکورار سمرقند دیده بینا داشته است. ارگان‌های حاکمیت خلق بر تشکیلات‌های صنعی بورژوازی و ایسر و منشویکی افضلیت کلان پیدا می‌کردند. تشکیل یافتن سویت دپوتات‌های کارگران و سلطات‌ها، بالاروی کیفیت ریولوسیونی در شهرهای آسیای میانه با عامه خلق تاجیک در امارت بخارا روحی ریولوسیونی می‌بخشیدند. اما به گوشه و کنار دوردست دولت خانی در آن وقت خبرهای حقانی درباره ریولوسیون فوریه هنوز رفته نمی رسیدند. طبقه پرولتاری اهالی محلی هنوز کم شمار بود. دهقانان به ملاها باور می کردند. آنها از جهت سیاسی نهایت درجه قفا مانده بودند. عنصرهای ارتجاعی قسم زیادی اهالی محلی را در تأثیر خود نگاه می داشتند. با وجود این در همان وضعیتی که امارت بخارا را فرا گرفته بود تأثیر زوری ریولوسیون مشاهده کرده می شد. در بین مهنتکشان خشم و غضب از بی‌حقوقی در امارت و بیدادگری های امیر و مقربانش تا رفت می افزود. جدیدان بخارا هم به جنبش در آمده بودند، اما آنها برای گذرانیدن یگان خیل اصلاحات اساسی که به منفعت خلق روانه شده باشد هرگز نمی کوشیدند. جدیدان به امیر طلبات قطعی پیشنهاد نکردند و با یک احتیاطکاری کلان از حد گذرانی ها را در سیستم حکومتداری امیر محکوم می کردند و بس. آنها هرگز نیتی سرنگون کردن امیر را نداشتند. آنها کوشش می کردند که با یاری حکومت موقتی در سیستم حکومتداری بعضی اصلاحات ناچیز در آورده در کارهای دولتی خودهاشان هم اشتراک نمایند. امیر بخارا برای آرام کردن خلق و مستحکم کردن پایه دولت خود 7 اپریل سال 1917 درباره اصلاحات منیفست برآورد. در این منیفست بغیر از وعده‌های خشک و خاری عمومی چیزی نباشد هم جدیدان بخارا به وجد آمدند و با شعاری زنده باد امیر آزادی دوست به نمایش برآمده اظهار منتداری تملق کارانه خود را به امیر افاده کردند. اما از بس که حکومتداران امیر حتی جدیدان خوش آمدگوی را هم ریولوسیونیران خطرناکترین حساب می کردند، بعد نمایش آنها را به تعقیب کنی در آمدند. مخصوصاً مردم مهنتکش و خادمان حقیقتاً ترقی پروری امارت بخارا به تعقیبات سخت دچار گردیدند. در این روزها
همه زندانها از بندیان پر بودند. جلادان امیر بخارا در کوچه ها حتی آدمانی را هم می داشتند که سر و لباسشان نظر به عقیده آنها به روح مسلمانی مناسب نبوده است. گروه آدمان بیگناه هر روز به مرگ پرعذاب گرفتار می شدند. صدها آدمان را با اندک شبهه چوب زده جزا می دادند. با فرمان امیر عینی را دستگیر کرده 75 چوب می زنند و به زندان می پرتایند. او را سالدت‌های رولوسیونی روس که از بخارا گذشته به خانه هاشان می رفتند از مرگ خلاص می کنند. حکومت موقتی برای محدود کردن قتل و کشتار وحشیانه امیر بخارا چاره نمیدید. رزیدنتی روسیه هم که نمایندگی دیپلماتی حکومت موقتی در نزد امیر حساب می یافت، نسبت به بیدادگری جلاد خونخوار امیر آرین خان بی‌پروا بود. ارتجاع در بخارا موقتاً تنتنه کرد، اما روح رولوسیونی عامه‌های مهنتکش روز به روز بالاتر می شد. لنین در تزیس‌های اپریلی مشهور خود چنین وظیفه نو می گذارد: از مرحله یکم رولوسیه که در نتیجه به قدر کفایت شعورناک و متشکل نبودن پرولتاریات حاکمیت را به بورژوازی داده است، به مرحله دومی وی گذشتن است که این مرحله باید حاکمیت را به دست پرولتاریات و کمبغلترین طبقه های دهقانان دهد. روسیه در عرفه رولوسیون نو، رولوسیون سوسیالیستی می ایستاد. پارتی بلشویکان صنف کارگر و دهقانان کمبغلترین همه خلقهای روسیه از جمله خلقهای آسیای میانه را برای به عمل برآوردن این رولوسیه تیار می کرد. خلق توجیک در دوره از سال 1908 تا سال 1917، رولوسیون فوریه سال 1917. معارف پروری و ادبیات تاجیک، نیمه دوم عصر 19 ابتدای عصر 20. با روسیه همراه شدن آسیای میانه بر رونق مدنیت و صنعت و ادبیات ابیکتیوانه مساعدت کرد. عالمان ترقی پروری روسیه در بابت تدقیق اقتصادیات، اتنوگرافیا، تاریخ، زبان، ادبیات، ثروت‌های طبیعی و غیره آسیای میانه خدمت کلان کردند. بسیار متفکران و شاعران آسیای میانه از نمایندگان زیاییان پیشقدم روسیه سبق می گرفتند. تدریجاً ادبیات کشور هم پیش رفت. در تشکل جهانبینی متفکری شهیر آن سالها احمد مخدوم دانش ملقب به احمد کله 1827 1897 تأثیر مدنیت پیشقدم روسیه کلان است. احمد دانش یکی از فاضل‌ترین آدمان بخارا به شمار می رفت. او درباره خود به طور حقانی نوشته بود که در سیمای یک شخص دکتر، شاعر، موسیقیچی، رسام، منجم، عالم و خطاط را مجسم نموده است. احمد دانش به عوض آزاد فکری و عقیده های تنقیدیش به کافری نام برآورده بود. با وجود همین هم دانش و معلومات فوق العاده او امیر را مجبور می کرد که به وی با نظر اعتبار نگرد. احمد دانش به صفت کاتب سفارت امیر 3 مراتب به پترزبورگ سفر کرده بود. شناسایی با روسیه و مدنیت روس در تمام حیات و فعالیت او رالی حل کننده بازید. در همان شرایط تاریخی که احمد دانش عمر به سر می برد، برای علاقه پیدا کردن با آدمان پیشقدم روسیه امکانیت نداشت و به پایه حل رولوسیونی مسئله دیگرگون کردن طرز زندگانی رسیده نمی توانست. او در ابراز مقصد و آرزوهای سیاسی خود به شعار خیال پرستانه پادشاهی معرفتناک رو می آورد. به عقیده وی اگر امیر به فایده معارف خلق باور کننده شود، گویا خود همین
برای به طرز نو ساختن حیاتی واقعی بخارا کافی است. لیکن در عین زمان احمدی دانش برای تأسیس نمودن اداره‌های مشورتی و به این واسطه محدود گردانیدن یک حکمرانی برآمد می‌کرد. روح تمام گفته‌های او را مهر و محبت نسبت به خلق و غمخواری برای سعادتمندی آن فرا گرفته است. احمدی دانش اصلی ماهیت حکومت مطلقه روسیه را درک کردن نتوانسته باشد هم، اما روسیه را با بخارا مقایسه کرده طبیعی است که از مدنیت، صناعت و شهرهای روس به وجد می آمد. مهمترین اثر احمدی دانش رساله نوادر الوقایع می باشد که از مجموعی پارچه های علمی، فلسفی، پوبلیسیستی و بدیعی فراهم آمده است. احمدی دانش در عقیده های فلسفی خود در موقعی ایدئالیست مانده، مانند ابو علی ابن سینا و عمر خیام به تعلیمات ابدیت عالم و آفریده نشدن آن مخلص بودن خود را نیز اظهار داشته است که این در شرایط آن وقتی پرتعصب بخارا همه پایه ها را به لرزه می درآورد. او در رساله عاید به تاریخ حکمرانی سلاله منقیتیه بخارا که به طریق پنهانی پهن گردیده بود، بخارای فیودالی را به زیر تنقیدی سخت گرفته آشکارا گفته است: بس اگر حال سلطان را تفتیش کنی، فاسق، ظالم، سفاق و قاضی مردی مرتشی، حرامخوار، غاصب و رئیس بی‌دیانت و اساس مخمر و مقمر، سرگروه راهزنان و سرکرده سارقان می بود. و همچنین پیش بینی کرده بود که نجات از ظلم و استبداد فقط با یاری خلق روس میسر خواهد شد. تمام آدمان با استعداد و پاک وجدان آن سالهای بخارا در اطراف احمدی دانش گرد می آمدند. استاد عینی در یادداشت‌های خود خیلی زنده و تأثیر بخش به قلم می دهد که چطور احمدی دانش به تدریج خود را از دربار دور می کشید و در اطراف خود آدمانی را جمع می کرد که کوشش داشتند مردم را از بند جاهلی و بینوایی رها دهند. به این طریقه فکر و عقیده های احمدی دانش با وجود آن همه محدودیت های صنفی خود نسبت به آن زمان عقیده های پیش قدم و پروگرسیوی بودند. بزرگترین خدمت احمدی دانش از این عبارت است که او توانست در اطراف خود یک گروه پیروان معارف پروران عصر 19 تاجیک را متحد کند. عبدالقادر خواجه سودا، وفاتش 1874، قاری رحمت الله واضح 1828 1894، عیسی مخدومی بخارایی 1826 1887، شمس الدین مخدومی شاهین 1857 1893، حیرتی بخارایی 1876 1902 برین شاعرانی محفل احمدی دانش هرچند شاعرانی زبردست آخری عصر 19 بودند، ولی از جهت عقیده و مفکوره به درجه این متفکری بزرگ رسیده نتوانستند. بررسی همراه شدن آسیای میانه در ولایت فرغانه که از جهت ترقیات صناعت نسبتاً پیش بود و برخلاف امارت بخارا خود به هیئت گنرال گوبرناتوری ترکستان داخل می شد، به انکشاف و رونق عقیده های جمعیتی و سیاسی خادمان این کشور خیلی مساعدت نمود. در اطراف شهر و دهات اهالی محلی پیدا شدن محله های روس‌ها، علاقه و رابطه با روس‌های ترقی پرور و ریولوسیونران روس که به خاک کشور ترکستان بدرقه شده بودند، شناسایی با حرکت‌های ریولوسیونی روسیه در آخر عصر 19، ساختمان راه آهن و زیادشوی رفت و آمد به ناحیه‌های مرکزی روسیه و غیره، به ادبیات معارف پرورانه نیمه دوم عصر 19 و ابتدای عصر 20 خیلی
تأثیر کردند. نمایندگان پیشقدم این گونه ادبیات در ولایت فرغانه کشور ترکستان مقیمی، فرقت، حمزه حکیمزاده، دلشاد و انبراتون بودند. در ایجادیات محمد امین خواجه مقیمی 1850 1903 حجو مقامی نمایان دارد. مقیمی محض با توسط حجو بی انصافی و بیدادی و خودسری و ظالمی عملداران اداره های پادشاهی، زوادچی ها، صاحبان فابریکه ها، ریاکاری، مفتخوری و جاهلی و نادانی ملاها را فاش می کند. ذاکرجان فرقت 1858 1909 بر روسیه و مدنیت روس حسن توجهی مخصوص داشت. دوستی و رفاقت خلق روس و خلقهای آسیای میانه را دائما ترغیب و تشویق می کرد. ایجادیات شاعری معارف پرور حمزه حکیمزاده 1889 1929 بعد ریولوسیون یکم روسیه خیلی رونق و رواج یافت. عامل‌های اساسی تشکل عقیده‌های پیشقدم معارف پروران خلق‌های تاجیک و ازبک، زندگی وزنین خلق‌های آسیای میانه و شناسا شدن شاعران و متفکران آسیای میانه با مرکزهای علمی و مدنی روسیه هم در خود همین جا یعنی ترکستان و هم در مرکز این مملکتی بیکنار بود. در تشکل عقیده‌های جمعیتی و سیاسی دلشاد 1800 1905 1906 و انبراتون 1874 1908 1909 نیز این عامل‌ها یکی از عامل‌های مهمترین بودند. دلشاد و انبراتون مثل تمام دیگر روشنفکران خودسری و بیدادی حکومتداران، حاکمیت وحشیانه فیادال‌ها، استثماری گوشناشونید خلق را محکوم کرده توانستند. آنها ریاکاری، حریصی، فاسقی، جاهلی و بیرحمی بایها را فاش و آشکار کرده مفتخوران، مال مردم خوران را زیر حجوی سخت می گرفتند. шумо гуфтори 123 ро аз китоби аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон шунидед. абдурашид хуҷамқулов хонд. коргардон шералии нағзалӣ.